سلام، من همین الان تصمیم گرفتم که ولاگ بگیرم. ایرانم، ایشون خاله بنده هستن، سکسی خانم. سکسی خانم. آره بعد آقا من بلیط گرفتم میخوام برم تبریز، خب و دارم با اتوبوس میرم به خاطر اینکه میخوام یاد ایام کنم. الان که اومدم اینجا و شرطیدم که از این تصمیمم ناراحتم ولی ایتس اوکی. همین دیگه، بریم ببینیم تبریز چجوری میگذره، ادامه ایران چجوری میگذره. سلام. تبریز آخرین نفر بودم ولی آقای راننده گفتن دو بشویم. بله ساعت 6:30 صبح، فکر کنم که یکم دیگه مونده برسیم دونورام. رسیدیم تبریز با آقای دانیال. پسرنای گلم اومدن دنبالم. زانوی گدان آلو. اولین اردم شروع شد. گیماخ زن ایتاق. گیماخ ایتاق. به به چیزم یا ابل فسیال نه استادولما تبریزیو. بله بریم ببینیم که ادامه این روز چجوری میگذره. Herkese salam. 32 yaşında. 33 yaşımda. وای من از صبحی که رسیدم خونه چند تا از فامیلا رفتم و الان اومدم دوستم رو ببینم و این شما این نازگل خانوم. بعد گیبت دیزدم داریم غیبت. حیف که نمیتونیم قهوه ترک بگیریم نازگل جون. آره کافئین تو این ساعت ممنوعه، ما رو که نمیگیره ولی خب بعدش هم میخوام برم دانیال که توی صبح تو ولاگ دیدین تمرین داره از اونم براتون میگیرم. و دوباره دانیال کجاییم؟ آموزشگاه موسیقی ارک واسه تمرین کنسرت اومدیم. ما کنسرت قرار جلو داشته باشیم، تمرین اون اومدیم. نه متاسفانه من قرار حضور نداشته باشه. ما فقط دانیال رو توی استوریا دنبال میکنیم لذت میبریم به عنوان خانواده. ایشون تاج سرن، هنرمند خانواده امینی ها هستن. آره نگاه کن تو رو. باخ الله اکبر. سلام علیکم. ما دیشب رفتیم گشتیم کلی آهنگ خوندیم ولی حال نداشتم فیلم بگیرم اینجوری برای ولاگ. توی اینستا مسلما میبینید. الان با دختر داریم اومدیم صبحونه. دختر داریم حاله هستش، خیلی خفنه، خیلی دوستش دارم، خیلی بالغ عاقله. بعد هیچی دیگه اینم از صبحونمون اومدیم کجا؟ ساقه کجاست؟ رشدی. توی رشدی هست. بخوریم ببینیم که چطوریه. یادتون توی ولاگ قبلیه که با پریسا رفتیم صبحونه من داشتم دقیقا میترکیدم، الان در یک همچین شرایطی دارم میترکیدم ولی هنوز موندن، اونا باید خورده بشن پول برمیشه. قیافه کسی که داره من نگاه میکنه. آره چقدر تفریحات تبریز داره بهم خوش میگذره ولی حیف که مجبورم فردا صبح برم. خانم برداشت اول صبح یه دونه فلفل خورده کم بود مثل اجتماع دنش آتیش بیاد مردم بعد ببینید همه چیز
چیزم زدن، انارم زدن برای یلدا. جالب خیلی جای تبریز من دیدم زدن. من تو تهران انقدر نزده بودم. عجیبه. آچه ایشون چیز هستن، عروس هستن، بعد الان اومدیم خونه‌شو داره اوکی میکنه و هر یه تیکه رو میبینه از این سینکا داره، از اینایی که آب اینجوری میاد بعد میزنی اونجوری میره. به خدا باید بزنی تو چیز شوشو بازی. نگاه کن تو رو خدا، حیف که من ایران نیستم، میمدم خونه اینا سه خوابم از میخوابیدم و قشنگ وای میشه رفت تو؟ فوش نگاه کن رنگ اینا. او اینجا چه خوشگل، اتاق خودتونه این؟ اینو دوست دارم. برا باخه باخه بسیار جمجیده اینجا. بچه ها حس میکنم من آورده اینجا از تکنولوژی نشون بده که اینجا داره ولی تو نداره. یه بار دیگه بگو اینو. کلیدمونم با گوشی. بله با گوشی. من هنوز دارم به این فکر کنم یه تفنگ بخرم مثل مسترین بزنم به چنان خاموش. بعد این پوز میده خیلی سرم من تو خارجم. ما خودمون خارجه رو میاریم. والله او تو تبریزه. خیلی زیباست خیلی. از حالا جدا شدم دارم میرم خونه مام بزرگم پدری. بعد در به در دنبال چیز بودم، دنبال مربای گردو بودم. اگه نخوردین خیلی خوشمزه است، قشنگ یه خاچ خاچ میکنه، خیلی یامیه، یعنی حتما بخورین. بعد اصالتا هم بر روسی است دیگه. هیچونو پیدا کردم، چقدر دستم میلرزه ببخشید. الان دارم میرم باقلا فروشی ببینم چیز دلم میخواد یا نه. بعد برم خونه مام بزرگم و من به خاطر این دوتا دوشاب شیره انگور و جیردچان مرباسو چقدر دنبالشون گشتم. خانه پدر بزرگ. سلام علیکم. حالز یخته یخته خانم جدی من ایامون üstüne. Vah. Sen ne? من پسندیدم دور دلم رفت از اون شب از همه قابل شدم رو تو حواسم یه عاشق پیچاره که دست بر نمیداره که خود خیلی میشینه ولی کیه که ببینه. خب امشب شب آخری که تبریزم و با حاله سعید حامد اومدیم شام بیرون یه جایی که یه جایی که این شکلی چاینیز توره و اینم هربس. نه منم تبریز بی نفر او دا منم. بله بذارید آقایون هم نشون بدیم اینجا. بچه ها سعید خیلی گوگلیه. بله عزیزه. چه خنده داری که دیدیم برای فرودگاه تبریزه. دارم میرم تهران ساعت 6 صبح پروازم و دارم میمیرم از خواب. خیلی سرم پرواز گرفتم که خسته نشم خواب نیاد، ولی دیشب دیر رسیدم. ساعت 1 رسیدم خونه، ساک ببندیم 2 ساعت بیشتر نخوابیدم. گرمم هم هست، باید تأخیر نداشته باشه. بخوام در مورد سفرم به تبریز بگم اینجوری بودم که میخواستم فامیل رو ببینم چون خیلی وقت بود نیومدم به تبریز دیگه و تا دیگه تونستم اون ولاگ کردم ولی کار خاصی نکردم که ولاگی باشه دیگه. ارزم به بزرگتون که همین چقدر اینو بالتره چیزاش صندلیاش نسبت به امام خمینی. ازش بدم میاد اینه که باید سوار از این اتوبوسا بشی و تونل برات نمیزنه. زحلم جدید دارم میپای قورم. آقا من اولین بارم مهرآباد رو میبینم، دومین بارمه و اون سریم که دیدم یادم نیست چه ریخته بود. اصلا تا حالا تبریز به تهران با چیز نیومدم، با عزیزم نیومدم. یه جای کوچولوه. من چون عادت دارم فقط سفر خارجی میکنم
Egzazere. نرسیدم تهران. یعنی ترجیح میدم با عینک الان دیده بشم توی این قضیه چون بسیار پف کرده. خوابالو گلم دارم. خاک بر سرتون. که این دارم ولاگ میگیرم. تصمیم گرفتم که از تبریز ولاگ بگیرم ولی حقیقتا ولاگ فکر کنم خوبی در نیاد. ولی anyway میگیریم. با تشکر. ماین بچه ها اینجا خانه اکنونه توی اوی و من عاشق اینجا تصمیم مدیریت دست شبات مشتری هم تا 12 میشه. چی بخونه؟ نه به خاطر میزه باید با لیزی کنم و اینکه یه دستمال بذاری زیر قندون تکیه شدی بهش. آره زارت خرد خرد خرد. خب الان شب شده و پس دختر داییم و فاطمه رو دارم میبینم. بیرون بودم ختم دوست مامان دوستم بودم. زبونم دیگه نمیگه چون 2 ساعت و نیم بیشتر نخوابیدم. الان منتظرم که اینا هم بیان و ای قلب نیست پیشم نیاد. بگو نهار چی خوردی؟ اسم کی؟ آیسا. بگو آیسا جون. جونه خوش اومدی. نیهاد بستنی دوست داری؟ من دوست دارم. سیب زمینی چی؟ زمو رو سرت بگیرم واسه بمیرم بی تو من جایی نمیرم دوست دارم بزنه هوا بارونیشه چترمو رو سرت بگیرم چه چیزی گلو شدم. گوشت خالص باشه. گوشتم گوشت. برادر خواهرزاده زنم کارشناسای بداره